کره ماه همیشه برای زمینیان شگفت‌انگیز بوده است. شکل واقعی و عکس‌های مجازی آن بسیاری را مجذوب خود می‌کند. ماه هر شب بزرگترین جسمی است که در آسمان می‌بینیم. کشش ماه احساسات ما را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث شده است که افسانه گرگینه‌های مخوف زاده شود و نور آن پس زمینه‌ای جذاب برای فیلم‌های عاشقانه باشد. اما فراتر از اهمیت ادبی آن، بسیاری از سازمان‌های فضایی معتقدند که ماه اولین پله در راه کشف و دستیابی به سیاره‌های خورشیدی برای بشر است. با توسعه اطلاعات از نزدیکترین همسایه ما، دانشمندان خود را برای مواجهه با برخی از چالش‌هایی که در مأموریت‌های دورتر مانند مریخ با آن مواجه خواهند شد، آماده می‌کنند. با این حال آخرین باری که انسان روی سطح ماه قدم گذاشت در سال 1972 توسط مأموریت آپولو 17 بود. با اینکه ماه غنی از اطلاعات گوناگون است، اما خطراتی هم در آن وجود دارد که در حین سفر خیلی کوتاه اولیه انسان به مواجهه با آنها نرسید. در سطح بظاهر آرام آن، تهدیدهای گوناگونی با ظاهری غیر قابل رؤیت خفته‌اند. در اینجا قرار است که به بررسی برخی از خطرات جدیدی که فضانوردان در ماه با آنها مواجه خواهند شد و همچنین برخی از راهکارهای جالب برای پیشبینی چگونگی غلبه بر این چالش‌ها بپردازیم. به چنل اسرار کیهان خوش اومدین. قبل از تماشا خوشحال میشیم برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنین. در چند دهه اخیر برنامه‌های قمری دریافتند که ماه پر از منابعی است که میتواند در ساختن زندگی فرازمینی ما بسیار مفید باشد. فلزات کمیاب، هلیوم 3 و شاید مهمترین آنها یخ‌آب است. یخ‌آب نخستین بار در سال 1998 کشف شد، هنگامی که کاوشگر لونار پروسپکتور سازمان ناسا در حال بررسی مناطق قطبی ماه بود و فکر می‌کرد که در برخی از چاله‌های آنجا یخ وجود دارد. پس از این کشف، ناسا داوطلبانه کاوشگر لونار پروسپکتور خود را در یکی از این چاله‌ها سقوط داد و امیدوار بود که یک ابری از بخار آب را آزاد کند که با استفاده از تلسکوپ‌های زمین قابل شناسایی باشد. 10 سال بعد، چانداریان 1 هند، فضاپیمایی که در سال 2008 پرتاب شد، همچنین موفق شد یخ‌آب را در قطب شمال ماه شناسایی کند. در حال حاضر حدود 600 میلیارد کیلوگرم یخ‌آب در ماه تخمین زده شده است که بیشتر از وزن 461 میلیون و 538 هزار و 462 عدد خودروست. این مقدار خیلی بیشتر از آن چیزی است که در تصورات ما بود. اما چگونه چنین آبی را روی ماه یافت کردیم؟ آن هم به صورت یخ. آیا هنگامی که روبروی خورشید قرار می گرفته امکان تبخیر آن نبوده است؟ در مأموریت بررسی مناطق ماه توسط لونار ناسا، دماهای سطحی بعضی مناطق آن تا 127 درجه سانتیگراد ثبت شده است. این دمای بخش‌هایی از ماه بوده که در معرض نور مستقیم خورشید قرار می گرفتند. نور مستقیم خورشید کلید حل این معماست. مناطق سایه‌دار ماه که دور از خورشید بودند، دمایی تا منفی 240 درجه سلسیوس دارند که دمایی بسیار مناسب برای منجمد نگه داشتن یخ است. اگر ماه نمیچرخید، انجماد یخها دچار بحران میشد. ماه کمی شیب نسبت به صفحه همسطح با مسیر دورانی زمین در اطراف خورشید دارد و زاویه شیب آن 5 درجه است. بعضی پژوهشگران معتقدند که میلیاردها سال قبل چندین دنباله‌دار که دارای آب بودند روی سطح ماه برخورد کرده و منجر به تجمع آب در چاله‌ها و حفره‌های نواحی قطبی شده‌اند. به دلیل شیب کم ماه، برخی از این چاله‌ها میلیون‌ها سال نور خورشید به آنها نرسیده و به همین دلیل آب جمع شده در آنها به صورت یخ منجمد نگه داشته شده است. هنگامی که کاوشگر لونار طی مأموریت خود دماهای چندین چاه قطبی همیشه تاریک را ثبت کرد، دما در قطب جنوب ماه به حداقل منفی 238 درجه سانتیگراد و در یکی از چاله‌های قطب شمال به حداکثر منفی 247 درجه سانتیگراد رسید. آب ماه میتواند برای مأموریت‌های فضایی طولانی مدت یک منبع فوق‌العاده ارزشمند باشد. اگر موفق به جمع‌آوری این یخ آب شویم، می توانیم از آن برای تولید اکسیژن و آب مایع و حتی تولید سوخت استفاده کنیم.
اما جمع‌آوری یخ آب ممکن است سخت‌تر از آنچه تصور می‌کنیم باشد. سرمایه موجود در آنجا فقط یکی از چالش‌هایی است که با آن روبرو هستیم. اگر بخواهیم از آب یخی و منابع دیگر در قطب‌ها استفاده کنیم، با مشکلات اساسی دیگری روبرو خواهیم شد که برق یکی از آنهاست. به دلیل شیب کم ماه، بادهای خورشیدی که عمدتاً از یون‌ها و الکترون‌ها تشکیل شده اند، به نزدیکی مناطق قطبی و خط مرزی به صورت تقریباً افقی می‌رسند و به دیواره‌های داخلی و پایین چاه‌های قطبی برخورد می‌کنند. به محض ورود به داخل چاه‌ها، الکترون‌های منفی و 1000 برابر سبکتر از یون‌های مثبت به سرعت به سمت دیواره‌های داخلی و پایین‌تر چاه حرکت کرده و باعث می‌شوند که این سطوح بار منفی بگیرند. با حرکت الکترون‌ها قبل از یون‌های مثبت، اختلاف بار ایجاد شده موجب تشکیل یک میدان الکتریکی می‌شود. بار منفی در پایین و دیواره‌های داخلی چاه ایجاد می‌شود و بالای آن بار مثبت می‌گیرد تا زمانی که یون‌های مثبت به وسیله الکترون‌ها به داخل این میدان الکتریکی بیفتند. میتوان دریافت که جدایی بین الکترون‌ها و یون‌های مثبت در بیشترین حد خود در لبه داخلی چاه‌ها رخ می‌دهد. این تقسیم بندی بین الکترون‌ها و یون‌ها در نهایت به یک سطح بحرانی می‌رسد. در نتیجه این اتفاق ممکن است این مناطق به اندازه 100,000 ولت باردار شده باشند که میتواند عواقب مرگباری برای یک کاوشگر از همه جا بی خبر داشته باشد. اما دوری از قطب‌ها به علت الکتریسیته پایان ماجرا نیست. هنگامی که سنگ پوشه‌های ماه که شامل خاک و غبارند با یکدیگر اصطکاک پیدا می‌کنند، باز هم الکتریسیته به وجود می‌آید. از آنجایی که ماه فاقد میدان مغناطیسی است، هر باد خورشیدی که وارد سطح آن شود، باعث می‌شود که سطح آن بار منفی گرفته و گرد و غبار سنگ پوشه‌های روی سطح ماه الکتروستاتیک شود. سنگ پوشه‌های ماه سطحی پوشیده از گرد و غبار نازک برنده است که می‌تواند اثرات سایشی نیز داشته باشد. در واقع در طی مأموریت‌های آپولو گزارش شده است که گرد و غبارهای سنگ پوشه به همه چیز چسبیده و به دلیل بار الکتروستاتیکی آن می‌تواند برای کاوشگران خطرآفرین باشد. این موضوع می‌تواند باعث آسیب به کیفیت لباس فضایی و تجهیزات فضانوردان شود و مشکلات بزرگی به وجود آورد. علاوه بر این، گرد و غبارها سمی بود و موجب قرمزی چشم و سرفه می‌شد. لباس‌های فضانوردان در مأموریت‌های آپولو از ماده‌ای به نام تفلون ساخته شده بود که گرد و غبار الکتروستاتیک را جذب کرده و در داخل خود آنها را به دام می‌انداخت. تفلون بافته شده همچنین میتواند اثر الکتریسیته مالشی ایجاد کند و باعث شود فضانوردان میان بار منفی سطح ماه و جریان خورشیدی مثبت بالای سرشان واسطه جریان الکتریکی شوند. این مشابه آن است که وقتی پاهای خود را روی فرش مالیده و سپس دستگیره یک در را لمس می کنید، دچار شوک الکتریکی بسیار کوچکی می شوید. یک آزمایش اثبات کرده است که تفلون بافته شده با گرد و غبار مصنوعی سنگ پوشه های ماه به شدت به تشکیل قوس الکتریکی مستعد است. سفر به ماه یکی از مأموریت‌های جذاب و خارق العاده در تاریخ بشریت است، اما اگر فضانوردان مداوم برق گرفتگی داشته باشند، این مسئله جذابیت این مأموریت را کاهش می‌دهد. پس اگر گرد و غبار و تفلون بافته شده در لباس فضانوردان آنها را به شدت آسیب پذیر در برابر برق گرفتگی می‌کند، چرا تا به حال این اتفاق مشاهده نشده است؟ آیا در طول مأموریت‌های آپولو چنین اتفاقی نیفتاده است؟ در روندی که به گسیل الکترون‌ها معروف است، زمین بر اثر تماس با نور مستقیم خورشید بار مثبت‌تری را پیدا می‌کند و بارهای منفی حاصل از باد خورشیدی تعادلی را در این بین ایجاد می‌کنند. مشابه آن، هنگامی که فضاپیمای آپولو روی یک بخشی از ماه فرود می آمدند که مداوماً جلوی تابش نور مستقیم خورشید قرار داشت، شانس به وجود آمدن شوک الکتریکی در فضانوردان بسیار پایین بود. اما این به این معنا نیست که این مشکل در جاهای دیگر وجود ندارد. پس چگونه میتوان فضانوردان را در مقابل دمای بسیار بالا و پایین، گرد و غبار سمی که ممکن است موجب آلودگی پایگاه‌های آنها در ماه شود و احتمال بالای شوک تا صدها هزار ولت الکتریسیته ایمن ساخت؟
برای جلوگیری از این اتفاق باید لباسی جدید برای فضانوردان طراحی کرد که ویژگی هدر رفتی داشته باشد تا در مقابل شوک الکتریکی، دمای بسیار کم یا زیاد و گرد و غبار سمی فضانوردان را ایمن ساخته و به سلامت به پایگاه‌های زمین بازگرداند. شاید بگویید که مواد عایق خوبی مانند پلاستیک مناسب باشد و در این حد مشکلی وجود ندارد، اما در مقابل تغییرات دمایی شدید که این لباس فضایی ممکن است با آن مواجه شوند چطور؟ چه اتفاقی با لاستیک در یک محیطی که در آن دما میتواند به منفی 247 درجه سلسیوس برسد خواهد افتاد؟ خوشبختانه آزمایشات متعددی در حال اجرا هستند که در پی پیدا کردن راه حل‌هایی برای این مشکلات و مسائل دیگرند، اما تاکنون هیچ راه حل قطعی به دست نیامده است. برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به پایگاه‌های موجود در ماه، یک تیم در دانشگاه واشنگتن $130,000 از سوی ناسا برای پروژه‌ای که در آن از نیتروژن مایع استفاده شود دریافت کردند. نیتروژن مایع ویژگی‌هایی دارد که به پایگاه‌ها کمک کرده گرد و غبار را از سطوح جمع‌آوری کنند و به این ترتیب آنها را تمیزتر نگه دارد و از خطر آلوده شدن آن جلوگیری کند. همچنین ناسا در حال فعالیت بر روی پروژه‌ای به نام سپر الکترودینامیک گرد و غبار است. این سپر دارای پنل‌های الکتریکی است که با ایجاد جریان می‌تواند گرد و غبار ماه را از سطوح پاک کند. این پروژه روشی بسیار انقلابی را قرار است به نمایش بگذارد. همچنین این شرکت روی یک پروژه به نام ASG که فناوری نوین را با نتیجه جالب ارائه می‌دهد کار می‌کند. این فناوری این امکان را می‌دهد که با استفاده از رابط انسان ماشین HMI مأموریت‌های انسانی که توسط فضانوردان انجام می‌شود به صورت کنترل از راه دور توسط این فناوری انجام شود. آنها در حال حاضر در تلاش برای ادغام این فناوری با لباس‌های فضانوردان هستند که می‌تواند پیامدهای جذابی برای مأموریت‌های آتی به ماه و حتی به مریخ داشته باشد. این فناوری به فضانوردان این امکان را می‌دهد که در پایگاه‌ها در امان بمانند و به جای آنها ماشین‌آلات در ماه مشغول به جمع‌آوری اطلاعات باشند. چین ضمن همکاری با روسیه و دیگر کشورها در حال برنامه ریزی برای ارسال 3 مأموریت تا سال 2029 به نام‌های چانگ 6 7 و 8 است. هدف آنها در این مأموریت‌ها رفتن به قطب جنوب ماه و ساخت یک ایستگاه رباتیکی تا سال 2030 است. ایالات متحده نیز با برنامه آرتمیس ناسا قصد ساخت یک پایگاه در ماه در قطب جنوبی آن را تا سال 2030 دارد. آنها قصد دارند در ابتدا پرواز آرتمیس 1 را بدون سرنشین انجام دهند. در پی آن پرواز آزمایشی آرتمیس 2 با سرنشین و در نهایت پرواز آرتمیس 3 حداقل تا سال 2025 انجام خواهد گرفت. آرتمیس 3 احتمالاً اولین مأموریت پرواز بشری به ماه پس از سال 1972 خواهد بود. طبیعی است که ایجاد پایگاه‌هایی بر روی ماه چالش‌های زیادی خواهد داشت. هیچ مکانی در فضا بی خطر نیست و ماه هم از این قاعده خارج نخواهد بود. اما از آنجایی که برنامه‌های ساخت پایگاه روزانه در حال افزایش است تا در طول زندگیمان بتوانیم شاهد این اتفاق باشیم، با ادامه شناسایی و غلبه بر این چالش‌ها انسان می‌تواند اولین قدم‌های خود را به سوی خارج از سیاره زمین برداشته و شروع به کاوش در کیهان و کشف رازهای آن کند. وقتی که به فناوری لازم برای کاوش ماه دست یافتیم، منظومه شمسی گسترده دریچه کشف رازهایش را به روی ما باز خواهد کرد با تمام سیارات و قمرهای شگفت‌انگیزش. توانایی انسان در کسب نوآوری‌های گوناگون بی‌نظیر است. تا الان مثال‌های کوچکی از چگونگی حل چالش‌ها توسط انسان را می‌دانیم. ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودین. خوشحال میشیم برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنین تا از جدیدترین اتفاقات و اسرار کیهان با خبر بشین.